الحمد لله. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على من سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وعشيرته إلى الأبد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى را بخاطر همه نعمتهای خوب و مفیدش سپاسگزاریم، بخصوص نعمت هدایت به دین مبین اسلام. یکی از بدترین دشمنان انسان شیطان هست و هر آن عملی که سبب جهنمی شدن انسان میشه، انسان با واسطه انجام دادن او عمل راهی جهنم میشد و نظر لطف الله از او انسان برمیگرده و ریشه در کل بدبختی ها در او عمل دارد. او جهل است. جهل مادر کل بدبختی هاست. اگر یک کسی غیر الله کسی دیگر عبادت میکنه به خاطر جهلش است. اگر یک کسی بدعتی را در دین اضافه میکنه به خاطر جهلش است. اگر کسی مشرک و کافر میشه به خاطر جهلش است. اگر کسی ملحد و بیدین میشه به خاطر جهلش است. اگر کسی حرام میخورد، اگر کسی قتل میکند، زنا میکند، فساد میکند، تمام بدبختی ها ریشه در جهل دارد. برای که انسان از این مصیبت بزرگ خلاص شود، یگانه راهی است که انسان به طرف علم رو بیارد. هر انسان مسلمان اگر در آیات قرآن کریم تدبر بکنه و عقلی که الله سبحانه و تعالی برش داده ایره به کار بگیرد، از عقلش درست استفاده بکند و در آیات قرآن کریم تدبر بکند، اولین آیه‌ای که بر پیامبر ما صلی الله علیه و سلم نازل شد 5 آیه ابتدایی سوره مبارکه علق بود: اقرأ باسم ربک الذی خلق. مسلمان باید این موضوع فکر بکنه، چرا اولین آیه نازل شده به پیامبر صلی الله علیه و سلم که ما را به طرف علم تشویق میکنه و ترغیب بدهد. نمیگه الله را عبادت بکنین، نمیگه جهاد بکنین، نمیگه نماز بخوانین، نمیگه توحید یاد بگیرین.
اولین آیه که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل میشه آیه مبارکه است که بندگان الله سبحانه و تعالی را به طرف علم سوق میده و جهت میده. اقرا میگه بخوان. چرا بخوان؟ چون که جهل مادر و مولد تمام بدبختی هاست. این جهل باید از بین برد. زمان توحید در قلب انسان جای میگیرد که جهل از بین برد. زمان انسان الله سبحانه و تعالی عبادتش قبول میکنه که جهل در عبادت از بین برد. زمان انسان حلال خور میشد که جهل از بین برد. زمان انسان موحد و یکتا پرست میشد که جهل از بین برد. زمان انسان بنده خوبی بر الله میشد که جهل از بین برد. توحید تو زمان پیش الله پذیرفتنی هست و الله توحید تو را زمان میپذیره که او توحید بر اساس علم باشد. چرا توحید تقلید را نمیپذیرد؟ الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه محمد میفرماید فاعلم انه لا اله الا الله. این انسان باید بداند که معبودی بر حق جز الله نیست. نمیشه یک کسی بگوید چون فلانی میگه من هم میگم. ایمان تقلید را نمیپذیرد. انسان خودش باید از نظر علمی به این جایگاه برسد که بفهمد و یقین داشته باشد که معبودی بر حق جز الله نیست. به این خاطر است که الله سبحانه و تعالی زمان عبادت من و تو را قبول میکنه که علمی باشد، بر اساس علم باشد. یعنی مسلمان از نظر علمی به این جایگاه برسه که این گپ بفهمد و درک بکنه که تنها ذاتی که مستحق عبادت است او فقط الله است. آیا میدونین چرا در جامعه ما و شما مردم نماز میخوانند، روزه میگیرند، مسائل ابتدایی اسلام را انجام میدن، ولی باز هم سکینه و اطمینان و آرامش در روح و روانشان درست دیده نمیشه؟ پیشروی حرام گرفته نمیشد، پیشروی فساد گرفته نمیشد. مسلمان جرأت به قتل مسلمان میکنه. چرا؟ چون عبادتش علمی نیست. حلال و حرام تو تفکیک نمی کنی چون عبادت علمی نیست. توحید و شرک را فرق کرده نمیتونی. چرا؟ چون توحیدت علمی نیست. سنت و بدعت تفکیک نمیتونی، فرق کرده نمیتونی. چرا؟ چون تو فهم درست از سنت نداری. امروز خیلی از مصیبت ها که دامنگیر جامعه اسلامی میشه و جوانای ما را و دختران ما را و پسران ما را به طرف بحران میبرن، به طرف فساد میبرن، در دام استعمار سقوط میکند، دستاویزی برای شیطان میشه و شیطان صفتا به طرف الحاد و کفر میرد، به طرف طاغوت میرد، به طاغوت پناه میبرد، به خاطری است که اسلامش علمی نیست. اسلام زمانی که علمی نباشد دین را معامله میکند. وقتی که انسان عبادتش علمی نباشد فرق بین سنت و بدعت در عبادتش دیده نمیشد. پس به این خاطر است اولین آیه را که الله سبحانه و تعالی بر پیامبرش صلی الله علیه و سلم نازل میکند، یعنی مسلمان باید سر این موضوع فکر بکنه چرا آیه اقرا نازل شد. اقرا باسم ربک الذی خلق. این اقرا به این خاطر نازل شده که الله سبحانه و تعالی توسط این آیات میخواهد من و شما را تربیت دینی بکند. تربیت دینی بر مسلمان خیلی مهم است. چون تربیت دینی در جامعه من و شما خیلی کم رنگ است، به این خاطر است که ما
از امروز سابق شروع بکنین. مجاهدین زمانی که در برابر کمونیست‌ها جهاد کردن، جهادشان بر اساس یک مفکوره دینی حرکتشان بود. ولی چرا زمانی که به قدرت رسیدن به جان هم افتادن؟ چرا دزد شدن؟ چرا قاتل شدن؟ چرا به خاطری که قدرت براشون حفظ باشد صدها انسان، هزارها انسان کشته شد؟ این به این خاطر بود که اینا تربیت دینی نشده بود. این تربیت دینی بر مسلمان ها خیلی مهم است. امروز هم این سلسله ادامه دارد. اگر مسلمان ها درست تربیت دینی نشود فساد میکند. این تربیت دینی برای مسلمان از هر چیز مهمتر و ضروریتر است. چرا در خوراک ما طریقه سنت مراعات نمیشه؟ در نشست و برخاست ما طریقه سنت معلوم نمیشه؟ در رفت و آمد ما، در معاملات ما، در عزاداری و عروسی ما، به خاطری است که ما تربیت درست دینی نشده ایم. مسلمان جرأت میکنه حق مسلمان را تلف بکند. مسلمان جرأت میکنه در حق مسلمان تعدی و تجاوز بکند. مسلمان مال مسلمان میخورد، چرتش هم خراب نیست. قیامت در پیشرویش است ولی چرتش هم خراب نیست. قبر هر روز من و تو را صدا میکند، میگه من خانه کرمها هستم، من جای هستم تنگ و تاریک، برای اینجا توشه آمده بکنین، ولی صدا به گوش من و تو نمیرسد. گپ حق هم در گوش ما کار نمیکند. با او اندازه ای که فکر و تلاش و کوشش ما به خاطر دنیاست، با اندازه نصفش برای آخرت هم نیست. چرا؟ چون ما تربیت درست دینی نشده ایم. وقتی که در پست مقام رسیدیم خیانتکار میشیم، جنایت میکنیم، به خاطر حفظ بقای قدرت خود دست به هزاران جنایت میدنیم. چرا؟ چون تربیت دینی نشده ایم. هر چیزی را که خود ما حق و درست گفتیم امور میخواهیم برای دیگران بالای دیگران تعمیل بکنیم. چرا؟ چون ما تربیت درست دینی نشده ایم. پس الله سبحانه و تعالی توسط این آیه مبارکه میخواد ما را تربیت دینی بکند. اقرا میگه بخوان. یکی از راههایی که تو را از جهل و تو را از شرک و ظلم و کفر و خلاف دین خلاصت میکنه و علم است. اما کدام علم؟ امروز در وطن خود که ما شما میبینیم بیشترین جنایت ها را خود کسایی انجام میدن که اسناد و مدارک تحصیلی بالایی دارن. برین از 50 سال به این طرف افغانستان بررسی بکنین، بیشترین قتل ها توسط کی صورت گرفته؟ توسط کسی که دکترا داشتن، ماستری داشتن، انجینری داشتن، شیخ الحدیث بودن، شیخ القرآن بودن، مولوی بودن. بیشترین جنایت ها را چرا اینا انجام میدن؟ در متوجه باشین، یکی علم است، یکی مدارک تحصیلی. فرق میکنه از هم. اینایی که جنایت میکنن، اینایی که قتل میکنن، اینایی که رشوت میگیرن، اینایی که سود میخورن، اینایی که به خاطر بقای قدرتشان مسلمان ذبح میکند و از بین میبره، اینا علم ندارن، مدارک تحصیلی دارن. امروز پوهنتون ها مدارک تحصیلی میداد، علم نمیداد. علم چیز دیگه است. امروز مردم اگر در پوهنتون است، اگر در مدارس و مکاتب است، دنبال علم نیستن، بلکه دنبال مدارک تحصیلی است. من سند بگیرم در یک جای وظیفه پیدا بکنم، من سند ماستری بگیرم، من سند دکترا بگیرم، من سند نمیفهم از مدرسه فلان مدرسه فارغ شدم. ما دنبال سند هستیم، دنبال فراغت. در خیلی از جایا میریم مجلس های خیلی باشکوهی برگزار میشد، خیلی مردمایی که در موقف های بلند قرار داره در اون مراسم شرکت میکنه. وقتی که فارغینشان میبینی هنوز توحید نفهمیدن. در دوره کلان و دوره خرد خوانده شده، خو یک حدیث البخاری رسی خوانده نمیتواند. این کجا علم است؟
میگه یک کسی رفت پیش یک شیخی که در حلقه درسی نشسته بود، با شاگردان خودش صحیح بخاری رو تدریس میکرد. این شخص میگه داخل شد، گفت که جناب شیخ مردم در کجا رسیدن؟ در کره ماه بالا شدن، تو هنوز در صحیح بخاری خلاص نکردی؟ هنوز در صحیح بخاری مصروف هستی؟ شیخ برش گفت که او کسانانی که در کره ماه رفتن از یک زمینی، از یک مخلوق به یک مخلوق دیگر رسید. و کره ماه هم مخلوق است، زمین هم مخلوق الله است. از یک مخلوق به یک مخلوق دیگر رسیدن و ما میخواهیم توسط صحیح بخاری به عبادت درست الله و به فهم درست دین برسیم. ما در این مصروف شدیم، اونا در اون مصروف شدن، اما خود جنابیاری در کدامش مصروف هستی؟ هم دنیا ازت ماندد و هم دین ازت ماندد. نه با اون گروه شدی که دنیا را تسخیر بکنی به دنیا برسی، و نه با این گروه شدی که حداقلش دینت درست و به صورت علمی یاد بگیری. نه ازو شدی نه ازی. حالا این سوال من و تو، از اگر کسی از من و شما سوال بکنه، ما کدام طرف روان هستیم؟ ما در چی مصروف هستیم؟ 24 ساعت شبانه روز من و تو چگونه سپری میشد؟ شب روزی که من و تو سپری میکنیم 24 ساعت خود امرای خودت یک بررسی بکن. صبح که از خواب بیدار میشی و تا شب که دوباره در بستر خواب میری، این 24 ساعت زندگی تو مسلمان چگونه سپری میشد؟ اما یادی ما باشه که در روز قیامت الله سبحانه و تعالی را پرسان میکند من و شما. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 40. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید در روز قیامت قدم برداشته نمیتونی تا اینکه از 4 چیز از تو سوال میشه. عن عمره فيما افنا، عمرتان در چه راه سپری شد؟ شاید من و شما این گپ بارها شنیده باشیم، بتانیم برای یک دیگه نقش آدم خوب بازی بکنیم. اما آیا اگر بالا سر من و تو یک کمره را نصب بکنه و یک کمره عمل کرده 24 ساعته من و شما را به پدر و مادر ما یا به استاد ما یا به دوست و رفیق ما یا به اعضای خانواده ما عمل کرده 24 ساعته ما را نشان بده، تصویر از زندگی 24 ساعته دیروز تا امروز را نشان بده، چند نفر سراشون باید پایین بفته و خجالت بکشد. اما در روز قیامت الله سبحانه و تعالی از من و تو را پرسان میکنه. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 40 عن عمره فيما افنا. عمرتان میگه چگونه سپری شد؟ از ثانیه های عمر خود باید جواب بدیم، از دقیقه های عمر خود باید جواب بدیم، از ساعت ها و روزها و هفته ها و ماه های عمر خود باید جواب بدیم. بچه مسلمان و دختر مسلمان بعد از عمرش پیش الله جواب بدد. جوانای ما امروز کدام طرف روان هستند؟ اگه دختر است یا پسر است؟ دخترها رفتن کیک پزی رو یاد بگیرن، آشپزی رو یاد بگیرن، خیاطی رو یاد بگیرن و مسائل دنیوی رو یاد بگیرن. آیا به فکر هستی که یک روز تو رو در خبر میبرن؟ بچه ها رفتن دنبال تیک تاک، رفتن دنبال فیسبوک و اینستاگرام و مسائل رسانه های جمعی. از توحید الله نمیداند، نمازش درست بلد نیست، قرآن درست لفظا بلد نیست. پس خیلی متوجه باشیم که از ثانیه ها و دقیقه های عمر ما الله سبحانه و تعالی منو پرسان میکنه، من شما را. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرة هم غافلون. امورات دنیوی را، زندگی دنیا را، پست و مقام، چوکی را، خانه را، موتر را خوب بلد هستیم، زندگی دنیای خود خوب ساختیم. آیا به فکر ساختن قبر خودم هستیم؟ آیا متوجه هستیم که یک روز ملک الموت چون زمانه که آخر شود، یک از نشانه های نزدیکی قیامتی است که مرگ و میر در بین مردم زیاد میشد. امروز خبر میشه فلان کسی دیروز جور بود برای شما صحبت کرد، شب زنگ میاد که فلانی مرد. خبر مرگ دیگرها به گوش ما رسید، ولی یادتان باشه که خبر مرگ ما هم یک روز به گوش دیگرها میرسد.
عن عمره فيما افناه و عن شبابه فيما ابلا. جوانی تان در چه راه پیر شد؟ قوت و قدرتی که در جوانی الله سبحانه و تعالی به ما داده بود، الله در روز قیامت پرسان میکنه که قوت و نیروی جوانی تان در چه راهی مصرف کردین؟ آیا توسط مصرف این نیرویی که الله برای داده بود شیطان راضی کردی یا الله را راضی کردی؟ چون در انتخابش من و تو فقط دو انتخاب داریم، یا باید برای رضایت الله تلاش بکنیم و کار بکنیم، یا برای رضایت شیطان کار بکنیم. عدید تا انتخابش با خودت است. و سومین سوالی که در میدان محشر پرسان میشه و عن ماله بین این اکتسب و فیما انفقه، مال و دارایی و ثروت را از کجا به دست آوردی و در کجا مصرفش کردی؟ و عن علمه، الله سبحانه و تعالی از علم من و شما پرسان میکند که چقدر به علمت عمل کردی. اقرأ باسم ربک الذی خلق. ببینید در اینجا بیشتر وقتی گفتیم چرا بیشترین جنایت ها را کسانانی انجام میدن که مدارک تحصیلی بالا دارن، چون علمشان بنا خاطر الله نبودد. اینا اسناد گرفتن، اینا سند گرفتن، اینا را مردم دکتر صاحب و انجینر صاحب و شیخ الحدیث صاحب و مولوی صاحب و شیخ صاحب گفتن. اینا درسشان و کسب علمشان به خاطر الله نبودد. اقرأ باسم ربک الذی، به نام الله باید باشد، به خاطر الله باید علم یاد بگیرد. انسان باید به خاطر کسب علم تلاش بکند تا او چیزهایی را که من از دین نمیفهمم یاد بگیرم و به او عمل بکنم. علم را یاد بگیرد تا الله را و رب خودش درست‌تر و بهتر بشناسد. علم را کسب میکنه به خاطر که فرق بکند بین حلال و حرام. علم را یاد میگیره و کسب میکنه به خاطر که فرق بکنه در بین سنت و در بین بدعت. علم را کسب میکنه تو تا به واسطه کسب علم خودش به الله سبحانه و تعالی و به جنت نزدیک بکند و از جهنم و شیطان دور شود. حدیث را که امام مسلم نقل میکنه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید من سلک طریقا یلتمس فیه علما، کسی که راهی را طی میکند، کسی که قدمی را بر میداره به خاطری که علم را کسب بکند، کسب علمش فقط به خاطر الله باشد، به خاطر نام و نشان نباشد، به خاطر پست مقام نباشد، فقط سر به خاطر الله. اقرأ باسم ربک الذی خلق. اگر به خاطر الله نباشد، به نام الله نباشد، به خاطر شهرت باشه، به خاطر نام و نشان باشه و به خاطری باشه که با دیگران جر بحث بکنم، مجادله بکنم، مطرح شوم در جامعه، این مسیر مستقیم تو را جهنم میبرد. ولی اگر کسب علم به خاطر الله باشد، اولین نشانه علمی است که در انسان علمی که به خاطر الله باشد در انسان تواضع را پیدا میکند. هرچی بیشتر بفهمی بیشتر میفهمی که نمیفهمی. ولی امروز متاسفانه ما با القاب هایی که گاهی اوقات در بعضی مجالس که دعوت میشیم میریم میبینیم که یک کسی را نامش میخونه دو خط، اما وقتی که استاد میشه میفهمی که هنوز حدیث نفهمیدد. اقرأ باسم ربک الذی خلق. انسان متوجه خلقتش میکند. چرا انسان متوجه خلقتش میکند؟ به خاطری که در انسان غرور و تکبر پیدا نشود. خلقت من و شما از آب منی است. این خلقتی که الله سبحانه و تعالی توسط آب منی من و شما را خلق کرده و چنان استعدادهایی را در درون این آب منی انداخته که از او یک انسانی مثل من و شما ساخته شده، آیا برای انسان غرور و تکبر میزیبه؟ اما انسان باید به این درجه از فهم برسه. انسان باید به این مقام و به این موقف و به این درجه از علم برسد که قالب وجود ما جایی برای تکبر ندارد. اما وقتی انسان نمیفهمد متکبر میشد.
وقت انسان نمیفهمد ظالم میشد. وقت انسان نمیفهمد خودش در موقف ربش قرار میداد. فرعون چرا گپ گفت که ما اله برتر شما هستم؟ چون جاهل بود، چون نمیفهمید. تمام مصیبت ها را شما بررسی بکنین. ابی جهل چرا ابی جهل شد؟ ابی لهب چرا ابی لهب شد؟ عتبه و شیبه چرا به این موقف ذلت و رسوایی و دربدری و نهایتش به جهنم رسید؟ چون جاهل بودن، نمیفهمیدن. باید متوجه باشین که هر عصر و زمانی ابی جهل های خودش دارد. در برابر موسی علیه السلام فرعون ابی جهل بود. در برابر ابراهیم علیه السلام نمرود ابی جهل بود، طاغوت عصرش. در زمان پیامبر ما صلی الله علیه و سلم عتبه و شیبه و ابی لهب و ابی الحکم اینا ابی جهل بودن. عصر ما هم ابی جهل های خودش دارد. این صفت ابی جهل تنها مختص به او ابی جهل عمرو ابن حشام یا ابی الحکمی که برش میگفتن، یا که پیامبر صلی الله علیه و سلم لقب ابی جهل برش داد، تنها مختص به او کس نیست. هر انسانی که حق را نمیپذیره و در برابر حق جبهه میگیرد، این ابی جهل است، ولو که دکترا داشته باشه در شرعیات، ولو که از نظر علمی در موقف باشد که دکترا و ماستری داشته باشد، شیخ القرآن و الحدیث باشد، این ابی جهل است. نشانه علمی است که انسان در برابر حق تسلیم میکند. و این به اسنادهای پانتون و مکتب و مدرسه هیچ ربطی ندارد. خیلی کسانانی داریم که از پانتونهای خیلی مشهوری دنیا فارغ هستند ولی ابی جهل هستند. خیلی کسانانی را داریم که یک روز مکتب نرفته، یک روز مدرسه نرفته ولی عالم است. حلال و حرام فرق میکند. در سینگه کش توحید جای دارد، با بدعت مخالفت میکند، سخن حق که برش رسید تسلیم میشد. این عالم است ولو که سند مکتب و مدرسه و پانتون ندارد. اما او که از پانتون های مشهور دنیا فارغ است، اسناد داره، وقتی حق برش میگی در برابر حق تسلیم نمیشد چون در قلبش تکبر و غرور جای دارد، این انسان متوجه باشین عالم نیست. پس انسان متوجه خلقتش میکنه. متوجه خلقتتان باشین. اگر انسان متوجه خلقتش شد باید دیگه مغرور و متکبر نمیشد، باید میگه الحمدلله رب العالمین. که الله سبحانه و تعالی، ببینین 5 قوه‌ای که در وجود انسان هست، قوه باصره، قوه شامه، لامسه، ذائقه و شامه. این 5 قوه با می استعدادش انسان ببینید که یک اتم میسازد. اتم انسان ببینید که سیاره ها را فتح میکند، اما حرکتش از کجا بوده؟ حرکتش از امون قطره آب بودد. رب، معنای رب اینجا آدم درست میفهمد که ببینین رب الله سبحانه و تعالی او قطره را با کدام طرف میبرد؟ در حالات مختلف که انسان تربیه میکند ایره میگه رب. اینجاست که انسان با اعماق وجودش، با کل وجودش، وقتی که در نماز استاد شد معنای عظمت و بزرگی ربش درک میکنه و وقتی که میگه الحمدلله رب العالمین خودش در برابر ربش خیلی کوچک و حقیر فکر میکند. عظمت و بزرگی رب بشرطی که در قلب انسان جای بگیرد. هر حرکت نماز و هر الفاظ و کلماتی که ما در نماز میخوانیم و انجام میدیم، این عظمت و بزرگی رب در قلب تو پایین میکنه، بشرطی که تو معناش درک بکنی.
وقت انسان دستش بلند میکنه یعنی چی؟ تو در برابر یک قدرتی باید تسلیم شوی. عظمت و بزرگی اون قدرت تو باید حس بکنی و درکش بکنی و نظر فکری در برابرش تسلیم شوی. عملا دست بلند میکنی الله ما در برابر تو تسلیم هستم. چون تسلیمی مردم ما و تسلیمی ما به دور از مفاهیم علمی است. به این خاطر از مسجد که برآمدیم دروغ شروع میکنیم، غیبت میکنیم، خیانت میکنیم، حرام میخوریم، قتل میکنیم، جنایت میکنیم. چون معنای این دست بلند کردن که ما در برابر رب خود تسلیم شدیم این را نفهمیدیم هنوز. قسم بالله که اگر از یک انسان مسلمان اینمی نمازش صحیح شود این آدم 100% جنتی است، به شرطی که نماز باشد و به زبانت امیر اقرار میکنی الله اکبر. یا الله اکبر به این خاطر میگه که عظمت و بزرگی رب در قلب تو پایین شد. وقتی سوره فاتحه را میخوانی، سوره دیگری میخوانی، این معانی و مفاهیمش در ذهنت تکرار میشد. وقتی سوره را خلاص میکنی با اون عظمت متوجه هستی، الله اکبر میگه کمرت خم میکنی. پیش از اینکه کمرت خم کنی اول باید فکرت خم شود. اول باید این عظمت و بزرگی الله را در قلبت حس بکنی. امروز چرا یک تعداد مردم چسبیدن به چوکی های دنیوی، چسبیدن به دنیا، چسبیدن به پول، چسبیدن به قدرت؟ چون عظمت الله انو در قلبشان جای نگرفتد. اگر عظمت و بزرگی الله سبحانه و تعالی به صورت واقعی و درستش در قلب جای بگیره، قسم بالله است که من این را به وزارت بدل نمیکنم. این با وزارت بدل کردنش خیانت در حق خودت است. چرا خودم مصروف کنم به چیزی که از اصل شی مرا دور میکند؟ چرا امروز مردم دنبال قدرت و دنبال ثروت هستند؟ چون از علم واقعی دور شدند. عظمت و بزرگی الله سبحانه و تعالی در قلبش جای نگرفتند. به او خاطر است که دنبال حلال و حرام هم نیست. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماید یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ ام من الحلال ام من الحرام او کما قال علیه الصلاة والسلام. میگی چی یک وقتی بر امت ما میایه لا یبالی المرء، پروا نمیکنه یک انسان، یک شخص، ما اخذ او چیز را که میگیره ام من الحلال ام من الحرام، کاری به حلال و حرامش نداره دیگه. چیز را که به دست میاره به حلال بودن و حرام بودنش فکر نمی کند، فقط به فکر گرفتنش است و ازدیاد مال. هر انسان مسلمان باید کوشش بکند آخرتش در اولویت براش قرار بدد. چون زمانی که آخرتت در اولویت قرار دادی تو اهل علم هستی. هر زمانی که آخرتت بر دنیا ترجیح دادی تو اهل علم هستی. هر زمانی که محبت الله را در قلبت جای دادی تو اهل علم هستی. هر زمانی که فرق بین حلال و حرام را کردی تو اهل علم هستی. هر زمانی که فرق بین سنت و بدعت را کردی تو اهل علم هستی. علم به فارغ شدن از پانتون و فارغ شدن از مدرسه نیست. حالا خب ما عالم به کی میگیم؟ کسی که از مدارس فارغ شود، سند مولویگری و سند پانتون و ماستری و دکترا داشته باشه. مردم میره عالم میگه عالم نیست، این سند فقط گرفتی خلاص، یک دوره از تحصیلی را طی کردی، ولی علم واقعی نیست. عالم واقعی کسی است که ترس الله در دلش باشد. عالم واقعی کسی است که محبت الله در قلبش باشد. عالم واقعی کسی است که متوجه آخرتش باشد. عالم واقعی کسی است که پابند باشه به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. عالم واقعی کسی است که شرک و خرافات و بدعات و گناه در نظرش منفور باشد. علمی علم است. حالا مدرسه رفتی یا نرفتی،
پانتون خواندی یا نخواندی، مکتب خواندی یا نخواندی، مهم نیست. فکر چی است؟ پس انسان مسلمان باید در این مسئله خوب فکر بکنه که چرا الله سبحانه و تعالی اولین آیه را که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل میکنه میگه اقرا باسم ربک الذی خلق. اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. مراحل انسان ذکر میکند، از یک مرحله میره به مرحله دیگه، از نطفه میره به طرف علق. چرا تو را متوجه خلقتت میکند؟ تا عظمت و بزرگی رب در قلب تو بشاند. و دیگه ای که در تو تواضع را پیدا بکنه. انسان های متکبر عالم نمیشه، متوجه باشید. کسانی که عالم نمیشه یکیش متکبر است. انسانی که تواضع نداشته باشه و عالم هم نمیشد. انسان متکبر عالم نمیشه، انسان حرامخور عالم نمیشه، انسان بدعتی عالم نمیشه. یک بدعتی رو در علما مردشان بدید که تفسیر قرآن بفهمد. شاید چهار تا بدعتی مثل خودش برای شیشته باشن، ولی اهل علم میفهمه که علم نیست. یک بدعتی رو شما نشان بدید که حدیث بفهمد. روز از روزها میگه دو کسایی که اهل علم بودن با هم مناظره داشتن، سر یک مسئله مناظره داشتن. بعد مناظرهشون به نتیجه نرسید. این کسی که یکیش مدرسه داشت و دیگرش مدرسه جداگانه داشت، به او عالم گفت که در مدرسه ما فردا بیا، من و تو در جمع شاگردای ما که هستن سر این موضوع یک مناظره میکنیم. قبول کرد. عالم دیگه ای از اون مدرسه خودش به تنهایی آمد در مدرسه که این عالم مدرسه داشت و شاگرداش هم بود. مسئله را مطرح کردن، دلایل گفتن، گفت و شنود کردن. بالاخره اون عالمی که به تنهایی آمده بود با این عالم مناظره داشت، او عالم گپش حق بود و درست بود، مناظره را برد و این عالم در برابرش تسلیم شد، گفت بله بالکل گپ تو صحیح است، من به اشتباه روان بودم. مناظره خلاص شد. یکی از شاگردای این عالمی که در مدرسهش آمده بودن برای مناظره به شیخش گفت جناب شیخ، گفت حالی کلی شاگردان اینجا در مدرسه جلسه شیشته بودن و متوجه شدن که او عالم برنده شد و تو اشتباه کرده بودی و او را گفتی که بله تو بر حق هستی و درست هستی. کلی شاگردان فهمید که او سر تو زور شد به اصلاح مردم. خب یک چیزی میگفتی، دلایل میگفتی که ما میگفتیم، خب بحث کردن دیگه، قناعت دادن نتونستن. گفت پسرم، حالی شاید من پیش شما کم علم به نظرتان برسم به خاطر که او آدم در مناظره برنده شد. من پیش شما کم علم معلوم شد مهم نیست، ولی او آدم فهمید که من اهل علم هستم، چرا در برابر حق تسلیم شدم. اگر من دلایل دا حق میگفتم او آدم شما نمیفهمیدین، خو عالم میفهمید که من دلایلم باطل است، او آدم میفهمید که من جاهل هستم. خیر است اگر شما بر کم علمی من اعتراف کردین به اینکه من کم علم هستم، برای شما کم علم معلوم شدم، ولی اون طرف مقابل فهمید که من عالم هستم. چرا؟ یک از نشانه های عالم بودنی است که زمانی که حق برات رسید دیگه تسلیم شد. همین که بحث ادامه میده به این معنی که دیگه تو تسلیم نمیشی. فرموده امام شافعی رحمت الله علیه میگه که با هیچ عالمی میگه بحث نکردم مگه که من برنده شدم، میگه، و با هیچ جاهلی میگه بحث نکردم مگر اینکه برنده شد. پس این نشانه علم است که حق براتون رسید تسلیم شوید. الله سبحانه و تعالی فهم درست را به همه من و شما نصیب بکنه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب